قصه مادر و دختر. مادر از دخترش میپرسد برای پسر دیشب آمده بود راضی هستی؟ دختر بله مادر. مادر میگوید تو با آسانی راضی نمی شدی؟ با کدام سبب راضی شدی؟ دختر گفت او کلیدی مقدسی دارد. مادر گفت کلیدی ماشین، کلیدی قصر، کلیدی صورت حساب بانکی؟ دختر گفت نه، هیچ کدامی از اینها نیست. پس مادر گفت چه کلید است اینقدر تو را مفتون کرده است؟ راضی شدی؟ دختر گفت در صحبتش از ایمان و ایمانداری حرف میزد. شخص ایمانداری قوی در یک روز کم 5 وقت نماز ادا میکند. مگر نمیدانید که نماز کلید جنت است؟ نماز انسان را به الله و رسولش نزدیک میکند. دوستان عزیز، همیشه نماز خود را بخوانید.